آقا ما دیگه داریم میریم دیگه، وسیله ها رو جمع کردیم و اتاقم ارتشی آنکات همه چی، مبلم یه 2-3 ماه دیگه میاد. اینجا طول میکشه. حاجی هم این رو جمع کرده. جان کیسه برنج آمد. گونی برنج باشه، گونی کیسه. جان تیپ داری که تیپ سوید برای شما دادم. این تیپ میگن شعبتی در به در، اسم این تیپ. کول باشه با این اکثر صبح. خواهر این اگه گاهیدیم. یه دونه دیگه دارم اون دودیه، ولی اونو بزنم و در این تیپ نمیخوره. اون تیپ برای بعد از ظهر هستش بچه. امیدوارم این تیپ قابل پسند شما قرار گرفته باشه. بردیا جان چند داره دیگه میرسه. بریم آقا، بریم. براتون استوری میذارم. I love you. تمام آقا، ما داریم میریم با داشارش. این آقای رانندم انقدر به ما محبت کرد دیروز که اصلا این برم که میبینی که سیاپوس آمریکایی و با برادر برایان. این چیه تو بستی برادر؟ ما خودمون فکر کردیم رولکس. چی شبی ما رو گیر آوردی؟ این برادر این اندازه شهرک تو شمال قیمت این ساعته. آقا یه چیز من بگم، من و آرش که میدونی برادر تو رگیم دیگه. خدایی داشتم به بردیا میگفتم انقدر حاجی مهربونه، یعنی یک سر سوزن. یعنی الان تو این ماشین من حضرت عباسی فکر میکنم که حضرت محمد حضرت علی نشستم، منم ماویه بین اینا. یعنی ذره چیز نمیبینی. داریم میریم الان اونجا. بردیا رو گفتم بردیا تا میتونی از من فیلم بگیری، پرایوت جت مد، عقب جلو، رو بال، زیر بال. آرش من نگاه میگم میگم بده، میگم بعد هیچی بد نیست، همه چی ردیفه، جای همه خالی. I love you همتون. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار رو هر جوری هست ما رو به گاییدن نده، فقط ما میترسیم. بچه های شاهنشاه باشن. ناله کن کونکش، ناله کن. ما رو اینجا ناله کن. پایه به دست. حاجی جت باز باشه. حاجی جت باز. آیسی جت باز. من دیگه اون کسبازی ها در نمیارم. یکی از من بگیره من پشت سر برم، اون دیگه میدونه الکیه دیگه. My brother good to see you. اینا رو باید گرم بگیری. مریم حیدرزاده باشه با اینک فقط به خاطر تو. میگم الان دیگه خیلی دایره منتظریم که بریم. الان خدا این 2 تا عکس بذاریم جلوی خارکوس هواپیما بگیریم هر جوری هست، چون میگم کسای خارجی برادر با 3 میلیون لایک و 60,000 تا کامنت جواب نمیده. اون خارکوس فقط باید یه جور بال هواپیمای، زیر هواپیمای، زیر چرخی. الان خیلی دایرکت میگن داداش از شدت معروفیت خودت آیسان خدای نکرده ما خودکشی اینا مگه چیز علائم خودکشی اگه در من میبینیم با هم بگین که حاجی جان حاجی در حال شکار. شکار چی؟ شکار چه؟ صدای محمد رضا شاه پهلوی باشه. همه میگن صدای حاجی شبیه شاه خدا بیامرزه. آره هر کسی که از دنیا میره پشت اسمش خدا بیامرز باید بگین، کسایی که خدمت کردن به خدا جان قدیر. همین. چی گفتم اصلا قاطی کردم. بردیا آقا ما برگشتیم به بردیا جان گفتیم آقا ما نه اونو بزنم اون ور. گفتم بردیا جان ما میترسیم به مقدار. گفتم یه مشروب اگر دم دست هست کمی درینکر جسمان پرفکت و کاستاکور دادن. گفتم یه پک بزنیم چون ما مازندرانیم دیگه. عرق مگه میشه نخورد بی عرق. Oh, they're ready? He just called and said we have 10 minutes to start. Oh, let's go. We have ice on the airplane. Oh, you have? Yeah. I'm gonna just bring this one with me here. Yeah, that's fine. Well, just this one. Oh, legally you can't take it on the airplane. But here, take that for me, please. Okay, Sure. perfect. اینطوری میگه No. It has to be given to you by a Now it's legal? Okay. Now it's legal. You know what? Thank you. Customs is outside. Let me put it in my Okay. pocket. No, okay. Are you sure? Thank you guys. Hopefully I'm gonna buy next year. I'm gonna see you guys. I'm gonna buy private jet. Yeah. Perfect. If you have, that's great.
آیس میگه داره؟ آره همیشه داره. پرفکت. بردیا برگشت گفت آیسم بذار ازت فیلم بگیرم. گفتم نه آقا چی فیلم بگیری؟ بذار من از شما فیلم بگیرم. اون پرایوت جت آخریه مال صاحب فیسبوکه. ترام باشه دم در. How are you guys? How are you, brother? Good to see you. Good to see you. Good. I'm sorry. I'm sorry, man. Thank you. Oh my God. Hello. Actually, this is theirs. Oh. I told them I can't let unless I give it to you, and you have to serve it. Absolutely. How's it going? Good, how are you? I'm great. همین ازدواج کنم من. چی کار بکنی بردیا جان؟ 1 ساعت پرواز داریم میگه این کوچه ما چی کار کنی برادر؟ سلام به همگی. کوداگر اصلی ویتنامم. به شمالی میگم که کوداگر اصلی توی برادر. ولی الان استایل واقعا شاهنشاهی هست الان یا نه؟ همیشه از شما یاد گرفتم. من خاک پایشم. آقای همیشه من یه یاد گرفتم. بابا نوکرتم برادر. من قسمت بشیم این دختره که باشه ازدواج بکنم بعدا همه میگن ای قسمت شد اولین بار. خوب شد علف ملف نمیکشیم و اینا باید خواهی صدا رو میگاهی ببینم بردیا اینه کن. آقا بردیا زد تو کار. اوکی این همون چی این Ryan's going to start the engines while I brief you. The door we came in is the main entrance. It's got a big white handle on the right-hand side. The very bottom looks like a handle, but it's got a red. آقا چیرز. سلامتی جمع. جایی که غم نباشه. شاهنشاه باشه. آقا سلامتی همه رفقا، فقط شادی و سلامتی. امیدوارم که هر انسانی به حق واقعی خودش برسه با برادر من اعتقاد. برگشت همش کسی شد. بفرمایید. یاد چلندر اون بالا به خیر میشستیم خارکوسه عرق و یه عقیل نعیمایی رفیق ما بود میشستیم اونجا سالاک شیرازی درست میکردیم و عرق میخوردیم گریه میکردیم. آره برادر زندگی همینقدر شیرینه. قلبانه کن کش ناله کن. آقا این لاس وگاس ما از اینجا هیچ موقع نگرفته بودیم. تمام این داستان همه یه تیکه است. میلیون ها آدم معروف کارتون خواب اینجا مردن، مست کردن، چت کردن، زندگیشونو باختن، زندگیشونو بردن، همه کار کردن تو همین یه تیکه است. ما قدیم که میگم من اینجا زیاد اومدم ولی این سمتی نیومد، این مدلی نیومده بودم با بچه. بعد بچه خوبیه خدایی. من و حاجی بدجور با برایان حال کردیم. قلب ساده، ما فکر کردیم ما ساده ایم برادر. کاپیتان خودشه. سلامتی شما. مست کردیم خواهر زندگی بایدم. ایمان اینو بگیریم. پسر شاه سکته کرد. آقا جسارت دو اصلی نمی کنم خودم. Thank you so much, sweetheart. Of course. We had a great time. Thank you so much. Nice Good to to meet see you. you. So now we're gonna be your friend on Instagram. Yeah, thank you. Captain, thank you. The global tomorrow. Yes. Thank you so much. I appreciate you guys. We'll stay in touch. چه کسبازیه برادر من. How's it going, man? What's up, brother? How are you? Good man, good to see you. You want to put those first?
بردیار جان تو کودتاگر توی برادر که بشه آیسی یه دونه اینا بخره. ای امان بمیشت اون سر تا پسر شامون رو. آه اینو بزن اینجا حاجی جان. دیگه هواپیما دیگه فقط با شخصی باشه بردار جان. کجا رفت بردیار؟ حاجی خیلی من فکر میکردم خیلی تکون میکنه ولی اصلا. بریم بینیم آیسی میدونه $50,000 ببری یا نه. حرکت برادر. اینجا همون هتلیه که هفته پیش بودیم ولی این اتاقش این همونجاست که ما هفته پیش بودیم. یادتون هست 2 هفته پیش اومده بودیم که به خاک خون کشیدم اینجا بردم. آره الان همونجاییم. اتاقای یه سری اتاقاش اون بره یه سری سویتاش این بره. یه سری سویتاش اینجاست که الان میرم تو. آساره اسب غر کرده باشه. اسب کلش پایین کون با هوا. الان میرم اتاق بهتون نشون میدم. باید برسیم بخوریم آجی. داداشی یه جورایی مست کرده حقیقتشو بخورم. اینقدر خوردم. How's it going, brother? Welcome. Good to see you. Good to see you. این عین نه بابا این همونه چیه؟ این با این اتاقه مقدار قشنگ این اتاق بزرگتر از اون اتاقی که ما بودیمه. پسر قدیر داری چرخ میگیری برای خودت اینجا. Thank you. اتاق ماساژ و جیم و عرق سگی رو بگیم بیاره دایی مستا کنه اجه. آنه گود برادر. بگیرم داداشی های من ببینین حال بکنین شما. من مثل شما همینجوری دمر رو تخت خواب یه مدت نگاه میکردم. پروردگار بزرگ دایی. منم مثل شما برادر همونجا با این شلوار تکواندویی قبلا حال میکردم داشت. این اتاق قبلی اینو نداشت. هر لحظه بری یه دیدم شیخ عربستان اونجا با شلوارک داره میاد پایین. ویلکام حبیبی. ویلکام تو دبی. Wow, so beautiful here, man. اتاق انقدری میخواستیم چیکار کنیم آخه برادر؟ ما فوتبال میخواستیم بازی کنیم. این همون جایی بود که اون سری میخواستم ملک اجاره بدم پخش شد تو ریلزا. پرده کجاست؟ انشالله قسمت همه شما بشه. خونه آدم باید اینجا بود. این تو چیه؟ اینجا احساس میکنم باید قای موشک بازی کرد. اینم این همون اتاقه. بردیا جان بردیا بخواستیم چی کار کنیم اینقدری اتاق آخه؟ این تا ما اینجا رو یاد بگیریم باید یه ما اینجا باشیم تا اتاق یاد بگیریم میوای بهشتی بخوریم.
اون اتاق حالا اینو میگم اون دفعه که ما اومده بودیم سقفش تا این بود، این اضافهش نبود دیگه. من نمیدونم 2 طبقه دیگه آسانسور خالص چجوری میشه 2 طبقه؟ من دیگه نمیدونم چه آسانسور توش دیگه چی آخه. این تو فکر کن بری حاجی نشه باشی گیر کنی و خورده گاییدم بابا. ول کن بابا تو اومد پده خانم هیدرزاده یه لحظه 2 قرص بخوره. این پایین یه قمار رو بزنیم ببینم پسر قدیر میتونه کوتا الان که جکپات کرد ببینیم چی کار میکنم. آقا اومدیم یه پیکی بزنیم با بردیا جان و داشارش. یا برنامه دیگه لوی ویتان باز شدن دیگه. ای کودتاگر Thank you so much. آقا cheers. Cheers آقا cheers. سلامتی باشه، شادی. سلامتی شما رفقا. امروز به عشق شما من اینجا وایستادم. سلامتی جمع. آقا این ماشین دریم منه، مای دریم کار. اونم هستم ولی نه اونقدر. ولی این حاجی من خارشم ماریدم حساب دارم. این ماشین رو من خواهم خرید، سفید با آبی با صندلی‌های سفید. اون دوخت سفید رو میبینی؟ اون دوختای آبی میخوام من توش. این خارکوسه رو من خواهم خرید. امروز شما شاهد باشین. آیسی اون نک هم بره، شما همراه آیسی هستین. اینجوری عکس سلفی که بگیرم با بوگاتی خودم. ای جان خدا، ای جان خدا، ما رو که تا لبه آوردی یه هول بده برسیم به اون. شما عزیز جانا داداشی های من هستین. هالیوود که هالیووده، خواهر صاحب هالیوود هم بگم همراه من هستین. به جان قدیر کسخل شما تمام. مست کرده باشه پسر قدیر کوتاگر. داداشی های من جای همه شما خالی. داداشی ها میگم این خواهر جانام عزیز جانای من جزوش هستین. من تنها دلیلی که همش باید سلامتی بزنم شما در کنار من باشین. اسم رستوران چیه بردیا؟ چی؟ این رستوران چیه اسمه؟ چیپریانی. این بچه مهربونیه. ای حاجی کودتاگر میگیرید حاجی رو. آقا من دلیلی که بردیا جان میگه که حاجی این آدم حاجی که دیگه حاجی که حاجی چاپلین ما رو که میشناسه خودش معروف، تنها کسی که با سکوت دنیا رو قبضه کرد. قلب به جان اون قدیر که میدونه که حاجی من ببین سیبت بگم هواپیما و موشک و دربنده بار نیستم برادر. من یه آدم افسردم، میرم زیر پتو رو میکشم اونجا میخوابم مجانی. اون موقعی که من بدین چشم منو ببینید من صحبت میکنم کس خار استایل. اون موقعی که من تو هیوستن استوری گذاشتم 20,000 نفر شد، 100,000 تا 200,000 تا، هیچ کسی نبود جز شما رفقای من. ساپورت کردین، منو دوست داشتین، عشق و محبت به من دادین. من برادر تیز و بز حواس من جمعه چی به چیه. تانک یو برادر. اصلا کاری ندارم چجوری حاجی رو میگم. حاجی رو آقا میگم حاجی هم آرش ها، این حاجی شوخی میکنم. ولی این 3 نفری که الان اینجا نشستیم به قرآن مجید، به اون خداوند، به جان اون قدیر که اندازه پروردگار، من یه روز خدا رو بیشتر دوستم. قدیر و خدا مسابقه دارن تو قلب من. انسان صاف. من برادر بچه خیابونم، من پی اچ دی خیابون دارم. من مگه تو جیب کسی میرم؟ بچه شده. منظورم که من هر کاری میخوام بکنم اول به عشق شما رفقاست، بعداً به خاطر آرامش من. ما تو الان مگه لاس وگاس می اومدیم برادر جان با پرایوت جت لیموزین می اومدیم. نه خودمون خلاصه بیزنس کلاس فلان.
یعنی میخوام اینو به شما بگم، من خودم اگر ببینم ذره‌ای سر سوزن یه آدم بخواد برای من کسبازی در بیاره سر اتاق و پتاق و من داشت 10 سال پیش کجا بودم؟ تو چالوس بغل گاز افتاده بودم دیگه، غیر این بود مگه؟ اونجا هم میتونم زندگی کنم. انقدر رفیق مستضعف دارم که برای من کلیه میکشم بیرون، یعنی کلیه شونو میدم به من همه جای منه، ولی من با اون نکنکا باشم که شما هم همراه من بیان. این آدم خوبیه آقا، دارم میگم ذره کسبازی تو کار. صحبت مدل خودم، ببخشید مدل خودم نمیتونم با ادب نمیتونم بیام. ذره کسبازی تو هر چی که حاجی هست عین حاجی، صاف. میگه قربونت برم عشق منی، گفتم داداش من دارم حقیقتو میگم. آره منظورم که داداشی من خودم پادشاهی بزرگ شدم، پدر من الله بیداشم، پدر من زندگی خودشو فروخت که حاجی ما بیمادری رو حس نکنیم و ما چیزی کمبود نداریم. من همه چی دیدم، حالا این مدل ندیده بودم که اینم دیدم. از این بالا من میخوام برم هالیوود برادر، من باید با یه سری آدمای کانکت بشم که بتونم منو ببرن اونجا، وگرنه که من تا شب بشم چه کوزشر بگم که هالیوود برو نیستم که. من برم هالیوود که اونجا اسکار میخوام بگیرم، سخنرانی کنم، 80 میلیون ایرانی گریه کنن مامون بالا. منظورم که نگران برادر نباش، من حواس من 6 تون جمعه. اینم برایانم بردیام مثل آرشه. من آرش دیشب که رفتیم خونه اینا این بغل مردم نشستن، یکی این بره یکی این بره. صحبت هم هنوز نکردیم که بخوایم بدون جارو بفروشیم پول در بیاریم، صحبت کاسبی نشد، مست بودیم از اول تا آخر. اینم چون میدونم که شما منو دوست دارین، داداشی منی، بعد میدم نگرانی اینجوری اصلا داداشی. اگر میخوایم من برم اون نوک من باید کمک بگیرم برادر من. میگیرش من همه زور منو زدم الان، بیشتر از این برادر دیگه تو سوشال مدیا باید قوی بشم. منم تو سوشال مدیا داشت نمیخوام پول در بیارم. من مردم با من دوست دارن، مردم به من عشق دارن میدن، من نمیخوام کاسبی بکنم برادر من. اگر بخوام راه خودمو برم اگر بخوام راه خودمو برم باید کمک بگیرم با انسانای خوب. کسایی هم که تو زندگی من میان خدا اینا رو میاره. گرفتی چوری شد؟ حواس من جمعه، داداشیای منین، اصلا نباید نگران باشین، خوشحال باشین که آجی من با یه سری آدما دارم میرم که برم اون نوک. ابوالفضلی دارم میگم، اسکارم دارم، با دیکاپریو هم شامپیون برای شما با استوری بذارم. سلامتی شما که نفس منه. تمام. عینک خانم هیدرزاده رو بذارم برم برای استوری. دایی نم دیگه دارم اصلی. آقا ما دیگه غذامون اینجا تموم شده. آجرش 2 تا نون تکی بخواد دوباره. 2 تا نون تکی. آره میخوایم بریم بازی کنیم بذاره. الان میگم ما بازی میخوام بکنیم، حاجی و بردیا بازی اینا فرق داره. حالا ما خاله بازی، آمپول بازیه. ما این دستگاه دگمه‌ای میخوایم بذاریم. اینم دیگه پیک آخره دیگه. اینم بزنیم آقا. سلامتی همه رفقا، حاجی، بردیا جان، همه سلامتی داداشا دیگه. بعدش استوری میذارم رفتم بیرون. کوسیان و کاستاکورتا. حاجی اومدیم غذا رو خوردیم با بردیا و حاجی. میخوام چیز بهم یه بلک جک. من همین تو مایه‌های 7-8 میلیارد بیشتر بازی نمی‌کنم. دیگه با اینا که میگردی بودم اینجوری صحبت بکنیم. اصلا بعد من خودم هم توهم زدم دیگه اینقدر مایه دارم الان مثلا دیگه اوکی همه چی دیگه. بلک جک هم در حد 7-8 میلیون دلار. از چی؟ آی کیر خار تو گاییدم. کسکش دل ما رو ترکوندی. خار پدرت گاییدم. کسکش این ناله کنکش مال اینا بوده. آنکوسه حاجی دوله غلاف کن. این دستشویی میگم اینه دیگه. این چه کس بازیه خارکسه. دستشویی مگه اینجوریش تمیز باشه؟ سرامیکی باشه؟ 300 تا حاجی گذاشت، 300 تا بردیا گذاشت، 300 تومان. نفری اون چقدر دستته؟
این چقدر؟ 10 تا 10,000 فقط 10,000 اینم 10,000 تا گرفته بریم بلاژیو بازی کنیم. چه بدیم تو استاد بشین شاه میبر این نفری نداره. نفری $300 هرچی بردیم نصف نصف. ای خواهرت گاهیدم. برو تو پسر شاه آمد بزن داداش بزن حاجی $1,000 شد $200 $700 باختیم. ماینر بردیم که بابا نه ماینر هنوز. $100 چقدر بردیم؟ $600 بردیم. شدیم $600 بردیم فعلا. نه این بکنیم $3,000 پاشیم بریم. اینو میشه اونجا بازی کرد همین تیکتو؟ آره؟ نه هم بازی رو تمام میگه. با این بردیا پریدیم حاجی. مام احساس مایداری دستگاه ما داره پول میده. جان حاجی کودتاگر بردیا 10,000 تا کشید. بردیا ای کودتاگر ول کن پول بیچاره کردی ولش کن بسه. دیگه برم 30,000 تا دیگه بکشم. میگم آقا ول کن خواهر ما رو گاییدی ما رو خل کردی. برادر ما فکر کردیم وضع ما خوبه ما رو خل کردی ول کن برادر ولش کن. قربون چی بری؟ ولش کن بیچاره کردیم. ما $200 بردیم خودمون خوشحالیم. جان آمدم بده خار کن. یارو $30,000 کشید و ما $200 سه نفری بردیم داریم میلرزیم. بلاژیو باشه جیب باشی رو بگیرین. ناله کن کش. $900 گذاشتیم فعلا 500 چی شد؟ $200 دیگه شد 1,500 تا. ما قبلا $1,500 می‌بردیم 50 تا جفتک می‌زدیم. این بردیا یه جوری میره توی پول از این ماشین میکشه بیرون. ما خارکوسه احساس کردیم بعد من حاجی اصلا بچه کمیته امدادیم اینجا. من حاجی بچه های کمیته امداد خط امامی باشه. کمیته امداد کجا رفت؟ احتمال رفت بردیا رو هتل بخره احتمالا. من برگشتم میگه آیستان یه هواپیما گرفتم تخت خواب داره. بودم برادر ما اتاقم هم چالوس رو زمین میخوابیم تخت خواب چی رو هوا. $900 گذاشتیم شد $2,000. قبلا بود بلند میشدم ولی بدبختی که ما این بردیا رو دیدیم ما هم توهم زدیم منزه بردیا وضع ما خوبه بلند نشدم. حاجی $30,000 رفت اونجا برداشت. بودم برادر جان کسا رو نگاه کسباران اینجا. ما هرچی مرد ما رو میشناسن یه دونه کس ما رو نمیشناسن اینجا. حاجی بردیا تو بگوش نمارا حاجی بلایی بر سر ما آورد. ما اندازه یک ماه کار رو تو 5 دقیقه آرش ما رو بیچاره میکنه. بیا بریم ما خود تاکسی بگیریم برگردیم بیرستان.
عشق چی تو بدن ما رو در آوردی ما خرج 2.5 درآمد ما رو تو 5 دقیقه باختیم. میگه درست میشه. برجام میگه پروردگار میده. که میده میاره ای وفادار ای عروسک وفادار. آقا این صبح ما اومدیم این مسافرت همه میگن آقا با برایان دکتر برایان، این آقای دکتر آرش، این هم آقای دکتر این فرمونی که این آقای دکتر داره میره. این آقای دکتر سلام همگی. من و آرش احتمالا همه چی رو ببازیم، چون میدونی که مثل گارسون آقا این مدلی که این پول میبازه. بعد من و آرش هم یه جورای جمعی شدیم آقای حاجی چاپلین ما اینا. من و حاجی یه جوری جمعی شدیم مثلا این برنامه بردیا $30,000 میگیره، ما هم در حد خودمون، حاجی $3,000 ما هم $300. من موظفم دیگه. اینا بالای اتاق طبقه بالای تایتانیک هم من طبقه پایین. میگم این فرمون تا آخر ما 2 ساعت اینجاییم. خواهر من میگه 3 ساعت اینجا بمونیم، من باید گارسون شم اینجا. اینا میرن. آقا ما قراره که آقا ما قراره 8 شب بریم شام. این فرمونی که آقای دکتر پیش گرفت، ما الان ساعت 2 فکر کنم 4-4:30 بالا بیاریم دیگه بخوابیم. آی خدا خواهر من گاهیده شاید من هرچی کار کردم آزوغه رو به کیر کشید. آی دکتر تو که میرید دوبه پول در بیاریم، ما اینجا اسیر شدیم با حاجی نگردم قراره 8 بریم شام. بردیا میگه که ساعت 2 میگم ایشالله همین فرمایید تا 4 بالا مالا میریم زرداب اینا تا 5 تا 5 زرداب. بردیا تا 5 زرداب بالا میریم تا بردیا حاجی رو باره سرم ببریم. فردا تو نیوز نشون بده پول داره مرد خاورمیانه با مشهورترین آدم اینستاگرام تو لاس وگاس زیر سرم قندی تموم کردن. هر دو مرض قند حاجی میمونه میلیاردها دلار سرمایه. حاجی هم که یک کلام حرف نمیزن به شما توضیح بده که حاجی هم تو سکوت خبری خواهر پولو میگفت. Oh my god. آقا ماشین رفت با اومدیم اینجا. بردیا میگه آیسان اینجا احتمالا میبریم. بچه ها اینجا آخرین جایی که من با رولکس و کفشای لوی ویتون میبینیم. اگه دیدی با حوله هتل اومدیم من و حاجی بیرون، اگه دیدی با حوله هتل من و حاجی اومدیم بیرون یعنی کسوکیون رو باختیم. اوه مای گاد. پشت سر این کونم عاشق میکنم. ما هستیم کمون اینا رو میگیریم، اینا خواهر ما رو میگن اینجا. تو زندگی من نخندیدم که با این 2 نفر. اسم هتل بلاژیو. آقا اومدیم هتل بلاژیو. این آخرین سلامتی ماست که قبل بیمارستان از بعد. I love you بابا. آقای نوکرتم سلامتی بابا نوکرتیم. I love you too داداش. سلامتی جمع زدیم با هم یا نه؟ سه لیوان رو میشکنیم آخر نکرد. آقا ما 2 بعد از ظهر آقای دکتر ما 2.5 کیلومتر مسیر تا 8 خود برید علف رو میکشیدیم خودمون. حاجی تو سکوت خبری تمام پولا رو میگیره، از درهم میگیره به ریال تبدیل میکنه میره سمت شمال.
آقا 10,000 دلار گرفت، بعد کرد 30,000 دلار. بعد من دیدم، بعد گفتم برایان جان تو اینجور که داری پول میکشی، من گفتم جان گفتم برایان جان جان گفتم این داداشی این فرمونه که تو میدی احتمال داره من تشنج کنم ولی حاجی نبری. آقا میگن جمع آخر نباشه، پیک آخر نباشه. آخرین پیک بعدی ما رو تو مموریال هرمن بیمارستان اصلی لاس وگاس، بیمارستان سلام. پولدارترین مرد خاورمیانه رو زیر سرم قندیل رفت. آقا برو بالا، آقای پولدارترین مرد، ای عروسک وفادار. حاجی نقشه پول کشیده. همه اینجا بازی میکنن، اینجا باره. این بردی ها همه کاربارش فرق داره. نمیدونم میخواد چی بازی کنه، باید میگه توی اتاق بده. میشه فیلم بیاره؟ این اتاق مثل که فرق داره. آرش میگه اینجا بردیا جان اینجا مینیمم 500 دلاره برادر، ما کلیه رو گرو بذاریم. ولش کن برادر. قبل آقا من خودم گفتم آقایون اگر من میخوام اینجا بشینم من باید اون درینک با بادوم در خدمت شما هستم. قبل از باخت بعد از ببین قبل از باخت بعد از باخت من با داداشی ها فقط عرق خوری میخوام بکنم. جان کوتاگر بردیا جان بگو همینجوری بخوام دلارا رو بگو بزن سر من. آرش ویتیلیار داره تو شده تک زنده پولو. داداش از اول ببین حال می‌کنی. Drink, yeah. Do you have Tito's? I got Tito's soda for all of us. Double three. No, we don't want a double. What double? No, I think- Single, yeah. This is single. بردیا نباز بذار 5 دقیقه بازی کنیم برادر. پدر مادر آوردی برادر. این دادم برادر چی گفتی بگو؟ بردیا بازی میگه شما بازی میکنی. آقا حاجی برای خودش وایسا بگو اینا که در وایسا دقیقا این 2000 تا این برده ببر داداش. برو اینو لایو بگی که به من داداش که ما میبرم. حاجی خودش برای خودش برو بیا داشت گهت مردی بود. بعد اما رو بقول شماره اما رو لیو ده حاجی. داداش اینو بذار اینو نیا کن داداش اینو نیا کن ببین اینا کن داداش اینو ببر چنشی وایسا اینو ببر don't touch it. Oh, don't touch it. Oh. You, Can I flip it? yeah, you can do it, yeah. Can I cut it? We have 10 seconds. In punch. Oh, very good. جون مادرت. Oh my god. 8 هشت مادرچی. آقا همین حرکت 2000 دلار برایان جان برد. Let me see. از قدیم میگم خدا بخواد به یکی بده دیگه. Thank you. آرش. No, thank you. نه بیسی هست بیسی ندارم صدی دارم. من صدی دارم. Is this bank or card? Yeah, bank card. I'm bank? بانک مرکزی. Okay. Thank you honey. Thank you. Ah, by one. Oh shit, nice. بازی رو صرف کن دکتر جان. Come on. انسان‌تر و داداش. با محبت‌تر و مهربون‌تر از این آدم در دنیا به جان قدیر. اینو به عشق شما میذارم. بدون عشق من نمیخواد بذارید. ما رو بیچاره کردیم امروز. بیچاره کردیم. We do. چقدر اون؟ این نمیدونم هر چقدر آبی How much is that? 5000. آقا یه 5000 دلار. چرا این کارو میکنی؟ خدا رو خوش نمیاد. بد نیست خب برو
اینو ببری دیگه میدونی که ما 10 3 4 Oh yes بردی؟ بزن داداش Hell بزن ببین yeah چیه چقدر میده ببین چقدره نشمردم ها ببین نشمردم ببین نشمردم اندرو بیا جلو آرش ببین آقا نه ببین چقدر داشت How much? 5,000? Hey حبیبی دمت گرم love you دمت گرم 5400 با پسر شاه وقتی بالا پایین بکنی اینجوری کودتاگر میشی ایشون بس بگم اگه بگی یکی که من بهش اعتقاد دارم ایشون همین دست بابا ول کن من دیوانه تو هم من مازندرانی دیوانه هم دکتر جان دیگه نداره بس دیگه به خالقون بکشی منطقه بس بریم دیگه بردیم بریم پولو بخوریم دیگه آقا دوباره برد اما 35 آقا $3,500 دیگه برد چیزی نیست که داشته آره گیه خدا بخواد بده آرش خدا ما مثلا می اومدیم اینجا اگه کلیه خودمون رو میفروختیم اینو لایو بگی میگم دوستان بگم این اگه ببرن No, you just say, when I buy the 300, I lost. When I buy the 3,500, I win. واو علیکی چی گفت اصلا من نفهمیدم نفهمیدم ولی میذاری I put this نظر $3,000 it was 8 to 1 بردیا اینا همه چشتنگ خطرناک هم بردیا جان آقا اینو بزن سلامتی وایسا سلامتی داداشی من آرشون آجی چی تو کودتاگر شدی علیکی برای خود جان آقا این $3,000 دیگه اینجا اینا اینطوری میکنیم هفت اینم چه اینطوری کنس میکنیم How much? Sorry about that, huh? What do you mean? Oh, yes. بردم دایمون Monkey. Monkey $3,000 دیگه آرش جون مهمون بازی شد ما اصلا نمیدونم چی داره میشه مانکی خوبه آقا $10,000 تو 5 دقیقه بس دیگه برادر تو اگه بخوای یه ساختمون آرماتور بندی هم بکنی اگه بخوای شالیکوبی هم بکنی باید عضلاها باید غذا بهش بده چیه داداش غذای مگه فیله مگه $10,000 ببین بسه اینو یکی دیگه نه اونقدر نذار برادر جان قدیم اونقدر نذار خیلی بردیم ما چقدر برد آره چقدر برد من گیج شدم $10,000 برد بسه دیگه کم بده خواهر اینا رو بده آقا بردیا داره بازی میکنه و من اینا رو گذاشتم این با هم نیا کنیم این چه هشت خوبه داشت اگه این سرباز کوین اون سرباز تو با منی سرباز یعنی اون هفته 12 3 بد نیست استاد مساوی شدیم پس بریم بعد بریم نقد اضافه حالا وایسا داشت One more time, call monkey. اینا رو ازش گرفتم این $10,000 اوه میمون اوه یس بزن میگم با نوه رضاخان خدا بیامرز باشی کودتا باید بکنی آره اجی دست اینو بکشیم مثل پسر خدا اینو دست بکش پسر شاه رو ولش کن پسر خدا رو دست بکش آقا این 1 2 3 4 این $5,000 6 7 8 9 10 11 این 20 جهاز خونه است اینو ببرم یه نادر $3,000 دیگه That's gonna be 5 But let me do it کجاست Can you do it? No you do it I'm not gonna touch it 2 3 4 5 And the 6. 5 میشه $2,000 دیگه Hey Yes I love you 5 گفتم آجی You're the best Monica I swear to God I love you باید پاشو بریم بس دیگه ما بچه شلندریم 21 میزنیم عروسی دیگه باید بلنشیم بریم بعد سجی رو بده حرکت I love you too I love you too داداش گفتم 5 بابا من پسر خدام داداش $11,000 دیگه هم اینجا تو جیب منه اینا $11,000 دیگه بردی حرکت داداشی بریم که منطقه رو دیگه به خاک و خون بکشیم دیگه کسی داداش را پسر شاهه آقا اینجا I'm sorry my bad yeah go ahead Okay we got hey اینم got تمام صفر یعنی 8 2000
برو بردم داداش نگاه کن من یه پک بزنم بدم نگاه سکته کن میکنم داداش ده صفر یعنی صفر بریم دیگه Another 2000 Boom Let's do Yeah, it. yeah, Listen, yeah, I showed his Instagram and it's number one. Don't worry about Instagram. You took $11,000, $12,000 in 5 minutes. Who cares about Instagram? She deserves Oh, it. سلامتی. She deserves it. سلامتی نوش داداشی برو Cheers, cheers. چیه داداش آرش cheers. یس بگم برای ایشون نبود من ایشون نبودم عشق منه انقدر بهم انگیزه داده بابا I love you. نوکرتو هم من. آقا قلبت مثل شیشه است. مست کردیم بریم دیگه آقا بریم میبازیم. بس ما مازندرانیم برنده باید بریم. آقا من یه $12,000 فعلا تو جیبمه. $1,000 دیگه. Free side. You just say free side. Free time? Yeah, free side. 8 7 Yes. 7 I told you خیلی خیلی I told you bro خیلی خودمونی نری داداشی بسه دیگه میخوای اینا کلیه اینا رو ببری بسه نه پول غذا نون دست اینا let's go آقا 5 دقیقه بازی کرد $20,000 برد دست اینا $20,000 بسه بابا کلیه هم در بیار حاجی $20,000 بردیا برد 4-5,000 هم حاجی داداشی هم مثل کیره خر باخت همش که نباید ببری که داداش من هیچ موقع وقتی میخوام قمار کنم نمیگم خدایا کمکم کن چون من برای عشقم بازی میکنم خدا اینقدر آدم داره حاجی خدا زن حامله داره بچه داره حامله میشه شوهرش میگه خدایا پول جور کن بچه‌م دنیا بیاد صحیح سالم خدا اینقدر آدم تو صف داره که اصلا من و اسلامی نمیتونم بگم خدایا یه کاری کن من قمار ببرم قمار هوا هوسه مردم کون کلوف خدا 1000 تا 50 میلیون تا آدم توی لاین داره برای زن و بچه‌شون نون میخوان بگم خدایا به زن و بچه‌مون نون بده من مگه کسخلم بگم خدایا به من یه کاری کن من قمار تفریح رو ببرم برای چی باید این حرفو بزنم درست نیست اصلا منم روی این حساب خدا که همه چی رو به من میده روی این حساب حواسم به همه رفقا همه آدمای دنیا هست هیچ موقع میخوام قمار کنم اگه به خدا بگم یه کاری کن من تمام لاس وگاس رو ببرم به من میده چون خدا رفیق فابریک منه حاجی من برادری خودم رو به خدا ثابت کردم 20 سال خواهر من گاهی دعاش کردم 20 سال خواهر مادر من گاهی دعاش کردم مستم الان گریم حاجی و آجارش اونور نشستن من اینجا نشستم حاجی گریم گرفت خالش گاهیدم مستم حاجی گریه کردم چون واقعا این باور رو دارم که اگه بخوام تمام لاس وگاس هم ببرم خالش گاهیدم میتونم انقدر قدرت در خودم میبینم این ماشین مادر جنده رو یه دکتر روش بزنم اگه بخوام واقعا انرژی روش بذارم کسکی صاحبو میبرم هر چقدر باشه ولی انقدر مردم حاجی بدبخت و بیچاره و گرفتارن حاجی من خودم پدر من خودش گرفتاره برای چی باید بگم خدایا انرژی تو بده من چون یه آدمی که حاجی اعصابش از زندگی خرابه با خدا بالا پایینی نره منی که با خدا رفیقم بگم حاجی بده من قمار ببرم چون مستم حال کنم یکی که حاجی بچهش مداد رنگی میخواد نتونه بخره به من بده من برای همین حاجی نه اهل چیزی هم نه اهل پول در بردن تو سوشال میدیام انقدر خایه و جنم پروردگار به من داده حاجی دستشویی هم میشورم پول در میارم 200 بار دیگه صفر بشم برمیگردم همین جایی که هستم چون این چیزی که من دارم برادر من از سوشال مدیا نیومده قلب من اومده قلبم تو سینه منه مگر اینکه منو بکشن حاجی من دوباره بر نگردم این جایی که هستم علف خارکسته رو ول کردیم حاجی مشروب رو شروع کردیم مستیم نمیدونیم مثلا چی به چی شده یه ذره استوری نمیذارم یه ذره مشروب خوردم احساساتی اموشنالم نمیخوام حاجی مردم بیان اینجا با ما عکس میگیرن تا حالا 50 نفر با ما عکس گرفتن میخوام قیافم خوب باشه یکی 2 ساعت دیگه استوری میذارم جونم نوکرتون
فدای تو بشم آقایی. من رضا ساعتی هستم. من نوکرتم. آقا رضا نوکرتم. یه دقیقه ببخشید. یه عکس هم بگیر. نوکرتم. حواستون هست خنده داره. خدا اصلا حاجی میخواد انگار یه جورایی با مرد میگم خدا با منه دیگه حاجی من ریاضت کشیدم. یا مردم با ما عکس میگیرن این آقای ساعتچی که اومده عکس ما گرفته میگه من دایموند فروشم. یه صحبت نکنم بهتره دیگه برادر. Jesus Christ. Oh my gosh بردیا اینه بذار من یه گاز پاشو بگیرم. بردیا اینو با دلار بگیر کاغذ دیواری کن. بردیا گوش کن اینو با دلار کاغذ دیواری کن. آقا ما دیگه پاره پوره مست و چت با برابرش داریم میریم هتل. Uncle. I paid, don't worry. He's all right. He's got it. You're all good, guys. Is that everybody? I will. Don't worry about it. خارکوسمون $10,000 به کی رفتیم حالا یه قرن 2000 چیکار میکنه؟ پسر شاه دیگه مرخص شد این حالت. بخوابیم سلام شب چنده؟ ساعت 7 شب 4 بعد از ظهر حاجی انگار 11:30 شب حاجی ما پاره پوره ایم. تمام حاجی تمام. آقا رفتن برای بچه دوش بگیرم بالا لاس ویگاس کوسیانو اونم هتل ترامپ کنکشه. یه پیتزا گفتیم فعلا دستگرمی بیاره. وای جان آجی تیپ کودتاگری رو زدی. پیتزا رو که دونه قاشی خورد تو آجی رحم نداره غذا رو. این تیپ برای شما زدم کروبایی خسته اسم این تیپ بچه. میزانم توپ خارکوسه اصلا شیمیایی سنتی کوسیانو کاساکورتایی همه رو قاطی پاتی زدم مثلا نمیدونم چی میخواد بشه. شبم فردا صبح این اتاق داداشیان و کاساکورتاست. این اتاق منه. این تیوی هم مثل کس خر میره تو همون مثل اون اتاق قبلی هست. کسکش بیارو این برباد ایش پرده رو پاره کردیم. شب بخوابم این ویور پرده رو یه فشار آوردم خودش دیدم داره میره اون بر. پرده اینجوری بود من کسمشنگ نمیده فقط دست با تا قبش بزنیم. بسم الله الرحمن یوجی مصطفی. یه تقه بزنی خودش داتر میره تو. میبینی همیشه بچه ها به شما میگم یه تقه نرم بزنین خودش سر میخوره میره تو. شما گوش نمیکنین. دیدی برم تا دایی همین پیتزا رو نخورد. شب باید یکی بیاره اینجا عمقی اینو بتر کنی. اینجا کلاجی باید عمقی بگیری امشب. این هموم بردیا جون بیا ما شمالیم غذا رو حاجی تب میبنده. حاجی ونوشی غذا رو تبلک بنده. آقا تمام این بوکس های میوده رو برابرش که میبینین تو این هتل MGM گرانده. امشب هم بردیا و حاجی مسابقه دارن کشتیگج. بابا اصلا صحبت اونو دیگه نکن من روم نمیشه جلو دوربین بگم تو چیکار کردی امشب. داریم میریم امشب یه شو اینجا نگاه کنیم. یه از این شوهایی که مثلا حالا براتون ویدیو میذارم از شوه. بریم تو داشت بولو نه خواهش میکنم. آره این همه باکسینگ های خفن اینجاست که بشه دایی بیاد اینجا بوکس بزنه با میوده سردر کنه همه رو وسط چوب بکشه بیرون. آجی ما انقدر امروز خندیدیم دیگه پاره پوره شدیم واقعا. شیرکوته باشه داداشی های من میخواستیم بریم یه شو ببینیم با بردیا جان و حاجی
هموسین آجی ولی انقدر آجی ما با هم رفیق شدیم 3 نفری اصلا عاشق هم دیگه شدیم. توپ هم به کسی نگین. توپ باتی سنتی غیر سنتی همه چی با هم. آقا سلامتی جان. سلامتی داد. نفس من این خدایی همه چی ما رو دیدین گریه و خنده و الان بگیم پسر خالکوس دیوانه باشه 2 دقیقه میخنده 2 دقیقه گریه. می‌خواستیم بریم شو از این کسبازی‌های تو آب میرم میام بیرون اینا نرفتیم. نریم دیگه دیگه ولش کنیم بریم شام بعد. آره دیگه همین بریم علق خوری میکنیم و حال میکنیم جای همه شما خالی نوکرتم. آقا $300 من $300 آجارش $300 هم بردیا اون رو $20,000 میزنم من داداش ماشین میزنم آره تو دیگه آره تو بایی هرچی بردیم داداش شریکیم $900 گذاشتیم $2 چیه بابا برو بالاتر $250 چرا زدیم اوکی آقا دونه $250 البته $140 بردیم حاجی هر یه بت $250 مثل اینکه بردیم یه چیزی ای امان آمدن های حاجی $500 بردیم آقا $900 گذاشتیم فعلا $500 رفت ببینیم چقدر میبریم تا $500 بردم الان بردیا بیا اینجا داداش بیا داداشیت داره میبره $900 مون فعلا شده هر یه بتش $250 هرچی بردیم پا میشیم میریم بده دیگه حاجی حالا یه دونه رو یا جد قدیر اسلامی بزن بیاد بینم جیب کنکش ای خواهرت گاهیدم بودیم چقدر بردیم 250 500 $500 پسر قدیر کودتا کردی $14,000 بردم داداش I told you بزن بیاد داداش hell fucking yeah 15 و 500 بردم حاجی با $1,000 کشادش کدومه کشاد حاجی $900 گذاشتیم 15 و 500 بردم اوه هنوز بازی دارم نگاه کن 17 و 300 خدا رو شکر حاجی نصفشو میدیم بچه های آسمان تهران بچه های آسمان پشم نصفشو کشاد بگین یارو بیاد پول داداشو بده سلام خوبی ببخشید من فوش دادم شرمندم خوبی خدا رو شکر آره جکپات 17 و 300 I told you bro I told you my brother I'm great how are you awesome حاجی 17,300 دلار بردم با 900 دلار 17,300 yeah I got it dude yeah that's my idea oh thanks I appreciate you guys بگی استوری نگه دار اینو فقط oh my god hell yeah پول همه چی ده پول داداش cash only cash brother let's go get the cash let's go حاجی یه دقیقه $900 نفری گفتم نصف میکنیم نفری $300 17,300 برد خدا داداش اعتقاد فقط تمام حاجی الان 17,300 بهم میده به علاوه 250 به علاوه 540
بعد 18000 دلار میده. 300 دلار برایان گذاشت، 300 دلار آرش گذاشت، 300 دلار من. گفتم شریکی، گفتم آقا ماشین بازی کنیم. 3 تا دونه زدیم. Yeah, I got you. Yeah. Thank you guys, thank you. Like honestly, I just did 3. One, I told them let's do 300, let's be partners. And I did 1, 2, 3, 17 grand right away. All the way, 250 one bed, each bed. Yeah. Yeah, I did all the way, you know. Yeah, thanks. Thank you guys, I appreciate it. خواهر گاهیدم آجی. خدا رو شکر شما بودین. ثابت شد به خدا، به شما دیدی چی گفتم. گفتم نفری 300 گذاشتم تو بودین، 3 تا زدم. آقا I love you همتون. رفته که 18000 دلار پول نقد بیاره. 18000 دلار چون 300 دلار بردیا گذاشت. 300 دلار آیسی، 300 دلار آجی، 300 دلار من میشه 96000 دلار. سلامتی. بردیا جونم. سلامتی دادا. ولی جایی که غم نباشه. بیا بالا فکر کن. با پسر قدیر کودتاگر شمالی اینجوری کودتا میکنیم. بهت گفتم که پسر شاهه. نوه رضاخان تو چطور کودتا کردی؟ جان سلامتی شما، کسخل شما. فقط همین. نصفش میره بچه های آسمان تهران، جاده فشم. بو کشه بیارم من فقط خارکستر باید بشمارم. Ready? This is 10,000 baby. This is 5,000. Brother. Yeah. Thank you. Let's share, guys. Let's come. Come. I'll just play. Let's play. No, go play here. We're gonna play here. Play. آجی نفری 300 دلار گذاشتیم. داداشی شما 3 تا دکمه زد شد 18000 دلار. 6000 دلار بردیا جان، 6000 دلار حاجی جان. اون وسطی رو بگیرین. 6000 دلار هم نوه رضاخان کودتاگر. دیدی خدا چیکار کرد برای من؟ 3000 دلارش میره برای بچهای آسمان. آره 2000 دیگر که همین الان قدیر استوری میبینه خواهر من میگاد 1000 دلار میمونه باید 2 تا تیشرت بخرم جولام بدم خاکون بکشم منطقه رو. ای کودتاگر. مردم بغل ما نگاه میکنن این پسر دیوانه شده باشه. شکمو باشه دایی؟ شکمو باشه؟ 18000 دلار خیلی ای خدا تو کی رو بخورم. میگم خدا کی رو تو بخورم. حاجی یه مموری خوب از این هتل ام جی ام برای من موند. داریم میریم. Thank you guys. داریم میریم شام. ای امان تاریخونه باشه آقای دکتر. این چراغ جان. Hey good brother. داریم میریم هتل. ای بابا این که هیچی معلوم نیست. ای حضرت علی شین نورانی هستی تو حاجی. ما معلوم نیستیم هیچ. داریم میریم هتل شامی بخوریم. همین دیگه برنامه خاصی نداریم دیگه. قربان شما. حاجی با حاجی شریک شدیم نفری 500 دلار دیگه گذاشتیم دست آهنی پسرشا. بذار ببینیم چقدر دوباره بردیم. نفری 500 گذاشتیم 1000 دلار 5700 بردیم نفری. 18000 تا بردیم نفری 6000 تومان. 6 تا برایان 6 تا آرش. بعد من و آرش نفری 500 تا گذاشتیم بدی 100 دلار. بذار ببینیم الان چقدر بردیم. 1000 دلار گذاشته بودیم 7400 دلار بردیم. بزن. Hell yeah! Woo! Fuck yeah!
11-8 تا بازی دیگه دارم مجانی هنوز. داداش نزدیک 30-40 هزار دلار داداشی کسکش برد. هلیه ای جان خدا، ای جان خدا شکر. هلو 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 هنوز داره میره. 5 تا بازی مجانی دیگه دارم. نفری 500 گذاشتیم الان شده 8000 دلار. داره میره بالا همینجوری. خدا رو شکر حاجی. هسته دیگه ها. نفری 15 هزار دلار شد. اوه آرش نگاه کن. ای بشه 10,000 دلار حاجی حال کنیم. 2 تا بازی مجانی دیگه دارم. دیگه بازی نمی کنم بسه. 10 تا حاجی بود 10 تا من 6 تا برایان. کشات کنیم به این خارکوسا بگیم بیاد پول نقد و بیاد بالا. حاجی همه بلک جک میزنم من بلد نیستم داشت. من همین کیری رو میزنم میبرم. تمام بزن. ما فقط امضا میکنیم داداش. باده بزن دادا باده بزن. آقا روم نمیشه دوباره 2400 دیگه بردم. آقا گاییدیمون داداشی صدا کن کسکشون. دیگه روم نمیشه خارکوسه. هی یه سری دوباره میذاریم خارکوسه 2400 دیگه بردیم. کسکشون صدا کنیم بیاد. دیگه نمیدونم چیکار کنم. یه 17,000 دلار، یه 8,000 دلار، 25,000 دلار، یه 2400 حدود 28,000 دلار. دیگه پروردگار چیکار بکنه حاجی؟ من هنوز نخواستم ازش. یعنی هنوز چیز خاصی از پروردگار نخواستم. این همینجوری دارم کسیانو کیراتیانو میزنم همینجوری. بس حاجی من دیگه پول بردن خسته شدم. الکی شریک همه رو نصف میکنیم. حاجی نگاه کنیم ببینیم اینجا چی میشه الان. نفری 300 دلار من حاجی گذاشتیم ببینیم چقدر میده. ای خدا ای جد قدیر ای جد قدیر بده خارکوس سره. اینو دیگه بردیم حاجی بلند میشیم میریم. میخوام گلم 50,000 دلار امشب. My goal is 50,000 guys. I'm so far 28,000. چقدر دار؟ 125 2,000 2,500 3,000 دلار 5,500. Hell yeah man. آقا روم نمیشه چیزی بگم. یه 6,700 دلار میده. چی عجیب بگو دیگه خواهر کازینو رو گاهیدی. هلو 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 هلو. چیکار کنم بازی خارگوشی اومدم اینجا های لیمیت بازی کنم. یه 17,000 دلار، یه 8,000 دلار، 25,000 دلار، یه 2,000 دلار، 27,000 دلار. 27,000 with 7,000 $34,000 so far guys. I start with $300. بزن ناله کن کش ناله کن. حاجی مثلا خدایی روم نمیشه دیگه چیز به شما نشون بدم.
داشتیم میرفتیم بالش کنم بذار من یه صدی دیگه بذارم به خندتون میگیره صحنه رو ببینید. $1750 دیگه منتظرم یارو بیاد. چیکار کنم حاجی؟ میزنم کسکش میاد، نمیدونم چیکار کنم. شد $40,000 حاجی هم با بزن استارتو بزن. شد $40,000. تمام. مادر این یارو رو من گاییدم. بگو چرا چی شد الان دوباره؟ همین الان رفت. چقدر قبلی برده بودم تا یه رفت یه دور بزنه برگرده بیاد 2,300 دیگه بردم. $42,000. خسته شدم دیگه خوابم میاد. میترسم اینا بیان منو ببرم این اتاقای پشمشت توی این فیلم ها نشون میدن، توی قمارخونه ها میبرم کتک متک میزنن. میترسم من آجیر فلک ببندن اون پشیو. بس آجی دیگه بازی نمیکنم. خسته شدم. شب بخیر. آقا چاکر آقایون، من یه ذره مستم آجی، گاییده شدم، مشروب زیاد خوردم. یه دوشی بگیرم. آقا از این پولی که ما بردیم یه 10,000 تاشو نگه میدارم، بقیهش میره اونجایی که قراره بره. گفتم در جریان باشین و فکر نکنین. حالا فراد چم تقریبا $42,000 بردم با همین ماشین. یه ذره‌شو با حاجالش شریک بودم. اولش هم که با بردی ها هیچی، اون $6,000 بود. خودم آجی فکر میکنم یه 7,000 تاشو بردارم، بقیه‌شو باید بدم جایی. اون موقعی که خارکسته بود نبود، حالا الان دیگه میاد. بازم خدا رو شکر. جن باشه حاجی. این یه چیز جالب من به شما نشون بدم. این که همین اتاق منه، بچه ها همه خوابیدن، من یه دوش گرفتم. حالا اینو ولش کن. الان تازه کشف کردم که این حمومه سونام میشه صبح. حاجی شب لاس وگاس رو نگاه کنید. ای خوابت بایدم آخر خط حاجی. لاس وگاس خیلی حال میده. احساس میکنی حاجی یه دونه، احساس میکنی خودت هم حاجی لکه گنگستر از فاک. اونم چیز ترامپه، ترامپوسیانو. حالا از اینا که بگذاریم، حاجی تمیزی مرد خیلی مهمه. داداش من الان ساعت 11 شبه، حتی کسچرم میگه بذاره بردم، سرحالم هستم، دارم به خودم میرسم، اسپری فلان اینا. من فرد دوش گرفتم، شسته رفته ترتمیز. فکر کن خارش من گاهیدم. این ویوه دیوونه میکنم چون که میخوام بخوابم. شاید اینجوری میکردی وام میشد. این خارکسته کنونبری بود. آقا شد اونم وا کنم. پرده یه خوبی داره، اینو الان کشف کردم. یه اینجوری میکنی خارکسته بهش ور میخوره، خودش وا میشه. فکر کن شب تو این حالت داداشی میره تو خواب اینجوری خاموش میشه. از اینجاست این هم نیم سوپر میکنی. اون داداشی شما امشب با این ویو میخوابه. لاس ویگاس، کوس واس واس کوس، لاس وست کوس. غذا اوردر دادم.
جان حاجی کوتاگر، حاجی عاشق بخوره فقط. پول با عوارضی بده حال کنی دایده شیرکته. سلام علیکم. سال در 12 ماه تو این کویر کسکش بارون نمیاد، خارکسته داره سیل میاد. ساعت 6:30 سونوها رو روشن کردم اینجوریه. 2000 تا دایرکت گرفتم. داداش دیگه بازی نکن، مگه خر کنه من گذاشته بازی کنم؟ پول برده رو برای چی ببازم؟ خواهر کازینو رو گاییدم، کیره خرم دست اینا نمیدم. آره داداشی، اصلا یه دونه جورابم تو این کسکی صاحب نمیخرم. آره برادر، بچه کوچیکم مگه. آقا من اومدم بیدار شدم سریع، این سونوها رو روشن کردم. خواهرتو گاییدم. چی شد بس؟ چجوریه این؟ اینجاست. کسته ناله کن برش. این رو بدم که روشن شد. حالا اینه چی؟ ما فکر کردیم ما سحرخیزیم. اینجا رو نگاه کن. از در اومدم بیرون. گود مورنینگ. پردیه آجید خودش نشسته و پر ما کافی و برای خودش چایی و مردی آجی ها. مرد اصلا خدا معرفت. جام شیرکته بردی کن کش. جام شروع شد. الان با دیگه کلاش بازی توی سونا میکردم با این ویو. خواهر بیکسی رو گاهیدم. مردیم ما برادر. چی میخوان این دختره با کلاس چی میخوان خارکسته ها دیگه؟ من میبینم با یه پیرمرد اینجا خارکسته یارو اصلا با پیرمرد داره اینجا کنه میکشن خارکسته رو با یک کس سفید پوست. دیشب راه میدادم ما عجیرانه آقا ایسان خیلی موقع عکس بگیم. خواهر آقا ایسان من گاییدم. عکس رو میخواین چی بکنین؟ آیسان خارکسته رو ما تا میخواستیم یه شکار کس بکنیم سریع میدم یکم میدم. آقا ایسان خیلی مخلصم. بودم من نوکرتم آقا عکس بگیریم. بودم عکس بزن تو گوش من، عکس بگیر. من دنبال شکار مثل اینکه پلنگ میشینه میخواد آوره بگیره یا اون وردر یه فیلم مثلا بگوزه خارکسته همه میپرن پلنگی هم یارو میپلر. آقا چاکر رفقا یه دوشی گرفتم و سونا و فلان و خیلی مشروب خورده بودم. پاره بودم. عرض به خدمت شریف برعکس دارم میدم. ساعت 2 بعد از ظهر میریم هلی. ساعت 4:05 هم پرواز داریم میریم هیوستون، چون فردا باید برم سان آنتونیو واسه تهیه آذوقه. از فردا دیگه برادر این برنامه ها دیگه تموم میشه دیگه. باید برگردیم زندگی عادی که زندگی بالانس بشه داداش. می‌بینید چی میگم؟ الان هم برنامه ما اینه که نفری $2,000 بردیا، $2,000 حاجی، $6,000 یه ماشین بازی کنیم، بیشتر نه، فقط $6,000. بعد دیگه فیلم میذارم حاجی. انقدر اینو بچه ها اگه این چیز خوبیه، امبر لوی ویتان به اود میده، همیشه یه دونیم پایین بزنید خبر نداریم چی میشه. که ما که کسکون خبری نیست که احتمالا اگه ما رو گرفتن خارش اگه چیزی مادیم شلوار در بریم بوی خوب بیاد، ولی اتفاق دیگه برای ما اصلا حاجی ما یه جورایی نفرین شده ایم. مثلا اینجا هم نمیدونم چی زده این. عرض به خدمت شریف بعدش میریم یه صبحونه میخوریم، نفری $2,000 میخوایم بذاریم رو هم دیگه 6 تا من بازی کنم اون دکمه رو. بعد همین دیگه. بعدم برگردیم از اینجا میریم
فرودگاه الی بردیا دیگه میمونه و ما برمیگردیم هیوستن. ما با هواپیمای همون چیز میریم، همون هواپیمایی که اومده بودیم، نه از این تا اینجا رو با اون پرایوت جت میریم، بعد با هواپیمای کارتون خوابی میریم. این عکسی که این هواپیمایی که ما باش اومدیم، حالا من که نمیدونم اینا چی هست اصلا، که اینی که میخوایم باش برگردیم. دیدم بردیا میگه آیسان جان این یکی 2 تا اتاق داره و اینا. گفتم بردیا تو چطور میدونستی من اگه یه خوابه باشه اصلا امکان نداره پرواز بکنم باش، فقط 2 خوابه باید باشه. آیسان جان آفیس داره. گفتم برادر مگه میخوایم چیکار، مگه جلسه 50 به علاوه 1 میخوای رو هوا بذاری با آقای دکتر ظریف؟ چیکار داریم تو هوا؟ 2 خوابه و 3 خوابه هیچی. باید عکس با جت بود میذاشتم. این کوسای خارجی سفید نوید پوستا، اینا که میلیونی فالوور دارن، پول خارکوسه پول برق نرم بدن، اونا رو تنها جوری که میشه اینا رو قلاب انداخت، فقط با جتمت نگاه کنم بیان. بعد که بیان اینجا میگه این که خود جتک خارکوسه، این که آن حیوانات سودا کنه، این عکس‌ها چیه؟ بعد بگم بگی کلاجی بگی خارکوسه، دیدی آوردمتون آخر. آره فدای تو. برای همین یه عکس با هواپیما اون تو خارکوسه بود، راه نداشت. بابا میگم من خودم میرم لایک و کامنت های خودم میبینم، خارش که گاهیدم تبخال میزنم. من نمیدونم این خارکوسا دنبال چی بودن، جواب نمیدادم. بعد اینجا میدیدی با این پیرمرد میرمرده و میرم میان، خارش من گاهیدم قضیه چی باشه. کفشای طلایی من بپوشم. این کفشا میدونی که این کفشا برادر اینقدر قابل احترامم برای من، این کفشا که 200 تا شورت آوردیم، یکی ندونه فکر میکنیم واسه امروز یه دونه کس بیاریم اینجا. رنگ کس هم که ندیدیم، فقط 300 تا شورت خارکوسه آوردیم. الله به قرآن. اسب و زین باشه خارکوسه، خیلی حال داد. انقدر خوش گذشت، انقدر خندیدیم آجی. بعد الان یه سری فامیلای موتی شمال، چی پسر قدیری این بردیام که پولدار رو چی صحبت های بیزینسی کرد، چی صحبت بیزینسی کردیم برادر. ما دیگه 10 شب هر کی یه گوشه اتاقش بالا می آورد، در مورد همه چیز صحبت کردیم جز اینکه یه قرام پول در بیاریم. به حضرت عباس به جان قدیر. چی بیزینس؟ نه با بیزینسی چی میخواد بکنیم؟ با این نمیشه صحبت کرد که برادر. با این بردی مثلا صحبت ها، آره مثلا اونجا اگه بخوایم یه کاری بکنیم اون 1800 تریلیارد رو بیا. دیروز مسکی بودم دیگه باشه، بودم بردیا جان گفت چی اینا، گفتم بذار سفر به ما خوش بگذره دیگه، دهن ما رو نگاه که ما فکر کنیم تو اینجوری داری صحبت میکنی آدم احساس میکنه که حاجی انقدر خندیدیم انقدر. حالا من استوری نذاشتم، حالا گفتم اینا بزرگترم درست نیست. حاجی من تو زندگی خودم به جان قدیر میگم انقدر میگم ما، یعنی یه نفر اگه ما رو میدید، ما 3 نفر رو دیروز تو اینجا راه میرفتیم، اولا که راه اصلا نمیشد رفت، چپ راست یکی اونور. انقدر خندیدیم یعنی توی مایه‌ای بود که دیگه آخر در رستوران ما رو بیرون میکردن دیگه. خیلی حال داد. یه روز سفر بود حاجی، ولی بعدن هم که دیگه داداشی ما دگمه زد $42,000. الان باید برم 2,000 به گاییدم بدم. آره آقا دم شما گرم که همراه داداش بودین و ما هم که تا اونجایی که بود تونستیم نشون بدیم دیگه. آره فقط چیزی که هست برادر، اگه میبینیم من تو شکار کسم دیگه نپر رو گردن من خارکوسه که من در نمیرم، من هم اونجام دیگه. دیروز یکی رو داشتم موقعش میزدم فریدی خواهر کسه گاییدی. یه جا دیگه حاجی و بردیان نشسته بودن داشتن صحبت میکردن، من رفتم $2,000 انداختم بازی کنم. حاجی $2,000 عقب بودم، اعصاب من شیری، یهو دیدم یکی پرید رو گردن من، وای پسر شاه. گفتم مختصم چه خبر کونده؟ گفتم چی کونده؟ گفتم برادر ما بازی میکنیم. بابا کس شعر نگو پاشو میرم. دیدم آقا داره سرکله میگم ای داد بیداد. گفتم بذار بعد برخورد نکنیم رسانه‌ای میشه قضیه. بعد عکس گرفت و که رفت، اعصاب منم کیری، خودش بگم میدونم کیری میگم. بعد بغلی من یه سفید پوست بود اونجا، های لیمیت با این پولار مولار بودن.
گفت فیمسی، گفت معروفی اینا. تو چی معروفی؟ گفتم بابا ول کن، حالا خارکوسه باید به تو سینجیم پس بدی. برای چی؟ برای کیره خر معروفم. خارکوسه میخوای تو رو بس کیره خر معروف کن. معروف چی ام من؟ جان آینه یا صاحب صبر. خارکوسه آینه قدی نداره اون اتاق. حاجی من دیگه لباسام تموم شد دیگه، من 2-3 دست لباس نیاورده بودم دیگه، اینو پوشیدم الان. تیپ ورزشی برای شما دادم. عکس اینجا خودم بگیرم، اینجا باله. عکس اینجا بگیرم. بس. حاجی من میدونم این انقدر خفنه، میخوام یه بار دیگه شما ببینید که چقدر اینجا قشنگ بود. حاجی حال میکنم اینجوری طلایی من یاد این عرب پولدارا میندازه. عرب همه پولدارن دیگه. این برج چی هست؟ هتل چیه هم میرن جلوش کسیکون رو میزن بیرون عکس میگیرن. برج العرب نه برج چیه اون هتل اسمش؟ تو شبیه اونه. تابلو رو بگیریم ببریم. من فقط حوله میبرم بچه ها، زیاد با تابلو مابلو کاری ندارم. ما دوز حوله میبرم فقط. سرشون نداری که شیر مرد. آرام بخشی بخور که ببری قرص سرامیزه. علف و ول کردیم زندگیمون برکت گرفت، خدا شاهده به قرآن. آقا رفقا به من میگن آماده ایم دیگه، حاجی نشسته و بردیان میاد میگن داداش بیشتر لال شدیم. استوری بذار جا نمیشه برادر، که 100 تا بیشتر جا نمیشه. 100 تا بیشتر جا نمیشه. و یه نه برادر من تا روزی 4-5 هزار تا استوری هم 2 ثانیه است برای من. برای بچه میدونن. بریم آراش بخوریم یه 5-10 هزار دلار دیگه ببریم. دیشب اینجا زندگی کنی. نه دیشب توهم زده بودم فیلمی نشون میده میونه اتاقای تاریک سابکازی کتک متک میزنن ما رو نبرن یو حرکت آجی. بریم میسی بخوریم مردیم. آجی اومدیم اینجا. عروس من تو نگاه کنه خدا، اینو من میخوام. اومدیم اینجا یه هیچ که هفته صبح تو وگاس نمیاد. معمولا مرغایی که سمت خود شهر زندگی میکنن اونا هستن. Thank you. چون لبا تو بخورم. این بیرون هتل. آجی لاس وگاس ساعت نمیبینی دورو بر. این الان بردی آجی به من گفتم. بعد این thank you so much. ساعت نمیبینی بعد توشم انقدر سرد میکنن که خوابت نبره قشنگ خودتو بگاهیدن بدی پولو. آره ما انقدر سردون اومدیم بیرون. هری پاتر باشه حاجی له. حاجی له. آره اینم رفیق ما اومد. این یه دیگه نون بهش. بیا کسکیجه گرفته کدومو بخوره. میگه اونو بگیرم اینو بگیرم. روزی رو باید پروردگار بده. تو لاس وگاس اومد غذا رو خورد داره میره. اینقدر بزرگه نمیتونه بخوره. میبینی؟ نوکرتم آقای. آقا این ما امروز یه گند زدیم غذا دیگه. بردیا که خوب داره میخوره. حاجی هم همین داداشی داره اینجا کودتا رو میکنه. خواهی خوب میکشی منطقه رو. رفیق من که گندشه خوب غذا رو گرفت رفت. یخ کردیم برادر یخ. بچه های کوفه باشن. دختر بودم کسی بودم. با آرشان با خانم آرشان یخ کردیم برادر. میشه جان داداش. آقا با بردیا
حاجارش داریم میریم. گفتیم آقا نفری $1000 میذاریم، بتی $125. حالا اگه بردیم که بردیم، اگه نداشت نفری $1000 میره، میشه $3000 میذاریم میریم تو این اتاقه. این اتاق های لیمیت رومه. اینا مثلا $20000 نمیدونم، اینا $18000. این اتاق دیگه پوزیشن کاستا کورتاییه. این $1,000,000 $1,500,000. این اتاق فرق داره. چقدر خوشگله این اتاق، میبینی؟ پناه بر خدا بجی. آقا نفری 1000. این 1000 حاجی $3000 میخوام تو این ماشین رو بذارم. تو این کجاست این؟ $3000 تو این. میجرش 27000 تاست، ماینرش 50000 تاست، گرندش $1,000,000. این فقط از آقا بیشتر از این نمیزنیم و همین. آقا دیگه برای ما دعا کنین. بسم الله. یه اذیت نکن. دستگاه برد یارو برد. البته چی فکر میکنی؟ $1,000,000 $1,400 بوده. آقا $3000 رو تو 5 ثانیه باختیم بازه. اومدیم اینجا یه روم دیگه است که اینجا چیز میکنن، میخوان با کارا بازی کنن، همون 8 و 9 ایران. من دیگه اینا رو بلد نیستم. ما اینجا میشینیم نگاه میکنیم. آقا اومدیم چی اسم این رولت. اومدیم اینجا با بردیا جان و حاجی جان یه رولت. من اصلا بلد نیستم چی هست. یکی 2 ساعت آخره دیگه، باید خیالمون راحت بشه، قشنگ شورت شلوار همه رو بازیم بریم. آره آقا ما دیگه میریم الان سمت فرودگاه. یه ساعت دیگه. من آجی لباس کم آوردم، مثلا فکر نمی‌کردم لباس عوض بکنم، بعدم میاد لباس انقدر میپوشم. میریم سمت فرودگاه، از اینجا میریم الی. بردیا جان میمونه الی، ما هم 2 ساعت بعدش پرواز میکنیم میریم هیوستن که بریم برای کار و سان آنتونیو فردا تهیه آذوقه و از فردا 1 ماه مشروب خوری تعطیل، 30 روز رژیم 100%، روزی 2 بار تمرین، 20 روز تمرین بدون استراحت، 45 دقیقه هر روز، صبح پله، غروب تمرین، شبم 10 شب خواب. از فردا به مدت 1 ماه میریم برای کلیناپ. نه مشروب نه هیچی دیگه، نه قرص خواب، هیچ دیگه. بس بود، همه چی عالی داداش. I love you guys که همراه آسی عقابه کن کش بودین تا فعلا. آقا من ساکار اینجا پارک کنیم بغلم حرکت. آقا دیگه این سفر یه سفر بسیار رویایی بود. دم بردیا جانم گرم واسه همه چی رو که ارگانایز کردی و مشتی. خداوند انقدر آجی بهت بده که نتونی بشموری دیگه. الان هم که فکر نکنم بتونی بشموری. آره بده ما بشموریم بردیا. بشموریم با هم میشموریم. آقا خیلی این سفر رو ما چسبید. باور بکنین این یه روز اندازه، اصلا نگم دیگه، این یه روز اندازه 1 سال ما خاطره بازی کردیم و
خندیدیم و حال کردیم. دیروز هم حاجی اگه من مست بودم این موقع صحبتی چیزی شد I love you همتون دیگه. منه که میدونین که ما دلی صحبت میکنیم این لابلا حالا توپاقی میزنیم دیگه. قربون همه فعلا. شاهنشاه رو آورده شاهنشاه رو آورده باشن با 2 تا اسکلید. ما با کدوم میریم؟ میدونی کدومه؟ طلایی هست احتمالا. آقا ما دیگه داریم برمیگردیم. منم اگه در جریان باشین از بچگی فقط با پرایوت جت چون ما شاهنشاه هستیم دیگه. چرا انقدری رفتی؟ بردیا How are you brother? I'm sorry. How's it going man? Good captain, good to see you. Why you get this? میخوای چیکار کنی اینو؟ آقا اینو نگاه رفته چی بردیا گرفت آقا این کیه برادر؟ شاهنشاه باشه؟ نوه رضاخواه یه دونه اینا بخرم بمیزم پسر شاه اون بالا تا پایین شیرکوت پسر قدیر خوده تا کردی برای خودت. چرا انقدری گرفته؟ میخواستی چیکار کنی اینو برادر؟ من نوبل خواهم میدونم انقدری آخه چی میدونی برادر؟ آقا ایشالله هر کی به هر آرزویی داره برسه. همین بردی آقا چیکار کردی تو برادر؟ ای اما sorry. How's it going? بابا میخواستی چی کار کنی اینقدری با خیرپلینو برادر؟ خوش اومدید. خوشی بردیان این چی رفتی گرفتی اینقدری فهمه ما؟ اینجا که اصلا خوش چه خبر هست؟ بگیرید کنکشو مال کن کنکش. What do you want? Drink? What do you want drinking? Yeah. Do you have Tito's? Yes. All right, Tito's soda, please. Thanks. آوردیا خدایی دیگه نمیدونیم چی بهت بگیم دیگه. یعنی مرام که اصلا خوش گذشت. انقدر شما بذار من قبلش چیزی بهت بگم. انقدر مرام و معرفت داری اگه میگفتی با 3 تا قاطرم با از این کوه بیایم ما با تو میومدیم. انقدر آقایی تو. من رو شما بگم. تعریف نکن. نگو شما. این میدونم تعریف دوست نداری. اینو بهت بگم که واقعا باعث افتخار دوستی با شما. I love you. اینو از روز اول که شما آشنا شدم تا الان یعنی با مرام خاکی یه ادوایس های نصیحتی به من میکنی داداش من یعنی واقعا این باعث افتخار دوستی. هم شما عشق منی واقعا افتخار ایرانی داداش. بابا من نوکرتم هستی و شما مجارش که کودتاگر. میدونی چرا میگم افتخار ایران داداش؟ اینقدر من میشناسم کسانی که به من تماس میگیرن ورزششون بهشون یاد دادی صبح تا 6 پا میشی با فامیلت خوبی عاشق پدرتی میدونی همه چیزای پوینت خوبه. یک کامنت بعد اون رو شما تو عمر من نگردم داداش. نوکرتم آقا آدمم که اومدن دیگه اصلا ولکن ما نبودن تو کازینو. The weather right now is such that the clouds are too low for توضیح میده که where the چجوریه. winds are favorable. So unfortunately we have to go to Burbank because they have an pro down low. من زیاد گوش نمی‌کنم چون ما بچگی فقط من قدی چالوس نوشرم فقط با پرایوت جت میرفتم. Hopefully it's not too much of an Ja, ناله گونگش. I have so much confidence in you. I feel confident. Really, God bless you though. Yeah, I appreciate it. Other than that, you know, guys, sit back, relax, enjoy it. 40-minute flight. Claire, if you need anything, just keep hitting that call button sign over again. and over and over. Yes, I was waiting. I was like, I need to take care of it before. We're gonna do a couple of checklists, and then we'll get you guys on the way. Maybe 10 extra minutes. God bless you, Captain. Thank you brother. I appreciate you man. عرض به خدمت شما بچه ها گفته بودم اون سری هم بهتون پروازایی که من اکثرا با پرایوت جت برم جان خودت که بس کردم باز پروازایی که من اکثرا چون من خودم هر جا برم فقط پرایوت جت اگه این نگه دارم بردیان میگم آقا اینقدر هواپیما رو بازی چیکار
یعنی دو تا طایفه میدونم با هم درگیر شن، یه سری هم پشت بشینن استاد. I love you. یه سری طایفه میتونم پشت بشین، یه سری طایفه این بر ما شمالی ما درگیریم دیگه. این باید از اینا من بگیرم. یه عکس دیگه گرفتم جلوی این هواپیما، این یکی از هواپیما من که بلد نیستم اونو دیگه روم نمیشه بزنم، یکی دو تا عکس میزنم، یه 2-3 هفته دیگه اونو میزنم. حرکت جیب جابیان اومدم جلوی این هواپیما وایسادم. حاجی جان دمت گرم. چطور حاجی کلام سفینه هم حاجی سوار شه کلام صحبت نمیکنه. حاجی اگه سفینه هم سوار بشه کلمه صحبت نمیکنه. دیروز میدونه که دیروز فکر کرد منو بردیا تموم میکنیم با سرم قندی دیگه، داشت نقشه پول میکشه. میگم ما که So you're Iceland. آیسان اسلامیه مخ نیست، دارم کمکش میکنم. میگم من که خودم پرایوت جت از نزدیکم ندیده بودم و همین اولین بار دیروز سوار شدیم با بردیا و امروز. Can I do anything before I go sit We're down? good, we're good. Thank you. You're good, awesome sweetheart. You Thank you. No, we're good right now. Yeah, Thank you. that was strong. Thanks. Thank you. میگم این من نمیدونم تگ بکنم مدل خودم. آدم نباید خودشو کسگیر بیاره. پرایوت جت اگه میخواید آدم سوار این بی صاحب میگم پرایوت جت. این خارکسته آقا چی پرایوت جتیه که میگن خارکسته میده بگوزین تو خارکسته اکسیژن خفه میشه اون تو. الله دیگه. آقا پرایوت جت داری تا پرایوت جت این کسکش نگاه کن تا کجا میره نگاه کن. یعنی میتونی تا این تبر قایموشک برو بازی. اینو میگم پرایوت جت. بعد یارو خودشو کسگیر میاره ما پرایوت جت سوار شدیم. حالا ما که خودمون میگم با اوبر این برو بر میکنیم. آره میگم ما الان دفعه بعد دیگه معلوم نیست اصلا کی بود نزدیکیم. میگم که یعنی اولا که من میترسیدم. من یکی دو تا رفیقای دیگه منم تو هیوستن پرایوت جت داشتن، یعنی دارن، ولی من میترسیدم. آرش هم میترسه. میگم من و آرش یه جا میخوایم بریم هواپیمای کوچیکم باشه مسافربری هم نمیریم. ولی منظور میگم دوباره عرض میکنم من از نزدیک این خارکسترم ندیده بودم. سفر قبل دیدم و این سفر. ولی الان تازه بردیا منو بیدار کرد تازه. من فکر میکردم با بوگاتی و رویز رویز سرش هم میاد. نه برادر این خارکستر رو باید خرید. حالا اون کوچیکا به دردم، با اون کوچیکا آدم میخواد برم با تاکسی و قاطر اینا راحت‌تر کار را میفته. سلامتی دادا. I love you bro. You're the best. I love you too. اوف. آقا ایران. خیلی خارکست تلخش. عقب نشستیم. آرش که داره تمام. آرش اینو واکن بخوره. This is the one. خلبان گفته شما باید برونی داداش. خلبان گفته شما برون. Sure. Let me just hear. میگم اینجا که نشستم بچه ها همه بردیا رو میگم چجوری آقا اینا اصلا اینو راه میبرن. یه نگاه کن. این الان رو 25,000 پاس حاجی اصلا ما اینجا نشستیم مثل بنگی ها. ای کودتا خلبان های پسر شاه باشن. Man, honestly, this is badass, man. You guys legend. I don't know. It's super cool. The view usually is spot on. This is kind of. Well, I never thought it's gonna be like that because we don't see anything You're from gonna have to fly that. with us again. That means. No, definitely. I'm gonna buy. I have to make my money buy one of these. I'm proud of you. Yeah. You made it. Oh, thanks. I appreciate it.
Wait, how can I get off? Like, grab the end? Yep. This, and then, well, okay, so I slide the seat back as far as possible. All the way back. So on the other side, there's a little lever. Pull up on it, and it'll make this. I can do this real way. Let me do my way. Is that okay? Yeah. Oh, this. Oh my God. Good work, man. My brother, thank you so much. I really, really appreciate it. company. Guys, thank you so much for everything. نگرفتی چی. Alright guys, thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Oh my God. به خدا افتادیم. Oh. Thank you guys. Alright. Bro, can you put this one in please? I'm taking the video, man. Thanks. I appreciate it, my brother. Thanks. You can. Yes, you can. داره عاشق آزادان شده Let's go. بعدا دیگه پشت بکشن دیگه جان. Is the chair? Can we lock the chair in though? Okay. Yeah. talk to Iranian people first. میگم اونجا که نشستم بچه ها همه آقا رسیدیم با حاج آرش. عرض به خدمت بردیا رفت هتل. ما اومدیم اینجا یه ساعت دیگه پرواز داریم که بریم هیوستن. ساعت 12 شب میرسیم. حاجی 2 ساعت دیگه پرواز داریم. اینجا فرودگاه الیه. حاجی خیلی حال کردیم. یه روزی که رفتیم اونجا اصلا حاجی ما انقدر خندیدیم، انقدر حال کردیم، انقدر حاجی این انسان اصلا کاری میگم ندارم به هیچی. قلب یعنی حاجی بهت میگم خدایی دارم بهت میگم طلا 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 ندیدم مثلش آدم خوشقلب. حاجی هم همین حرفو زد. خدا حفظش بکنه هر جا که میره، خدا پشت و پناهش. اومدیم اینجا لاونج یونایتد چیز اینجا ماهیانه میدی هر موقع به مسافرت دیگه میری اینجا میشینی همونجا که همیشه میام. باورت نمیشه حاجی من و حاجی ندیدیم گریه کنیم آخر سر داشتیم جدا میشدیم. انقدر حاجی ما خندیدیم، انقدر حال کردیم. صحبت $1 کاسبی رو نکردیم. راست حسینی $1 آی تو چیکار کنیم من چیکار کنم. فقط حاجی قمار کردیم و مشروب خوردیم. دیروز که از ساعت 7 صبح نشستیم تو هواپیما مست بودیم تا امروز صبح هم دوباره زدیم. اوه حاجی رو بگیرید. آره با برایان گفتیم باید ماه دیگه بیا هیوستن پیش ما. باید بیاد اونجا حاجی اصلا پاره شدیم اخنده. الان هم داداش اومدیم اینجا یه غذایی بخوریم 2 ساعت دیگه پروازه بریم هیوستن. آره انقدر حاجی اینجا قرار از این بادای موسمی بیاد که بهش میگن باد موسی. فرودگاه خلوته، همه پروازا داره کنسل میشه به خاطر هوای اینجا. هم هری پاتر مادر هری پاتر بود سمت شب. آرش بریم آب معدنی بگیریم ما دستشویی بریم. یه آب معدنی بگیم دستشویی بریم. یه قوطی خالی نمیتونیم پیدا کنیم اینجا معمولا پره ولی الان به خاطر اینکه هوا خرابه کسی پرواز نمیکنه. دیگه همین دیگه حاجی. خیلی از همین الان ناموسن دل ما برای این بردیا تنگ شد حاجی. انقدر که این صاف و ساده بود حاجی، انقدر حال کردیم. بهش گفتم با قاطرم میگفتیم ما با تو میومدیم، انقدر تو آقایی. خوشحالم که دیدمش. معمولا من حاجی آب معدنی میخوام بگیرم. معمولا میگم من حاجی دیدی که همش با خودمونیم ولی دیگه نگم دیگه. آره
حاجی از فردا صبح که برسم هیوستن ساعت 12 که شب میرسم خونه. 6 صبح میرم بالا، هر روز به مدت 20 روز 45 دقیقه هوازی میزنم، به جز روز سه‌شنبه که سن آنتونیو واسه کار هستم تای آذوقه. روزی یه شبام تمرین میکنم، رژیم 100% میرم، 20 روز ورزش میکنم، یه روزم آف نمیگیرم، حتی اگه روزی نیم ساعت برم، حتی اگه روزی یه وعده برم. تا 20 روز آیندهم از فردا مشروبم نمیخورم، بدنمو برگردونم به اون شکل اولش که بود. دیگه زندگی سالم دیگه. 10 شب میخوابم، 5 صبح بلند میشم. اگه خواستین این دوره 20 روزه رو با داداشی بیاین، ورزش سالم، خواب خوب، زندگی سالم، فکر سالم، از فردا با داداشی بیاین. هر مسافرتی هم تو این 8 ماه رفتم با من بودین دیگه. میگم خودم اولین بار بود پرایوت جت سوار شدم، خدا رو شکر شما هم با من سوار شدیم. حالا دیگه اونم خیلی حال داد. اصلا گلم دیگه تو زندگی عوض شد. با وضع خالق و سر خوب کنم، جدیدن اینا بخرم. این 65 میلیون دلار بود. این کیریاش 2-3 میلیون دلاره. ولی چرت و پرت این. بگیری باید همینو بگیری. عقب بشینی بگی مشروب بیاری، خانم پشت با 2 دختر آمریکایی موطلایی چشزاب اینا رو گاز بگیرم، اینا رو دنبال کنم. و چند تا عکس با خلبان گرفتم، بعدم من بذارم ببینید میگین تو چه خالگوسه از خلبان چرا اینجوری کرد. یه 2 تا عکس 2-3 تا عکس با خلبان گرفتم دیگه. اینا با همه با بردیا رفیق بودن دیگه. اگه راداش به بس پرواز می‌دادم من رانندگی می‌کردم. خیلی خوش گذشت. ولی حاجی میگم خوشحال‌تر از همه اینا، خوشحالم از این که حاجی وقتی با انسان‌ها بالا پایین میکنم هیچ نقشه خالکوسه بازی برای کسی ندارم و احساس میکنم هر روز به روز که داره زندگی من حاجی پر برکت‌تر میشه، جنبه منم داره بیشتر میشه. چون میدونی که برادر این چیزها رو بتونید هضم بکنی، این دایرکت هایی که از طرف این هم آدمای باحال، شما آدمای معروف ایران، ورزشکارای زحمتکش، خواننده‌های خفن، چه میدونم مدل‌های خفن، دخترای با معرفت، این جنبه میخواد برادر. چرت نمیگم، برایان با من بود. 100 نفر تو لاس وگاس عکس گرفتن، 300 نفر تو الی عکس گرفتن، دم رستوران لوکیشن میزدن، مردم وای میستادن که عکس با من بگیرن. جنبه میخواد برادر، وگرنه آدم خواهرش گاییده میشه. باید بتونی برخورد، باید بدونی با همه با چجوری برخورد با. معروفیت خودش یه بدبختی داره، انسان بودن تو اون لول اون یه معروفیت دیگه میخواد حاجی. آره همه چی خدا رو شکر خوبه دیگه حاجی. ولی فردا دیگه با زندگیمو برگردم، هیچ جا مسافرت نمیرم تا 1 ماه دیگه، مسافرت نمیرم، هیچ جا نمیرم. بعدش حالا برایان رو گفتیم که بیاد هیوستن پیش ما، بعد حالا میخوام یه حرکت یه جایی بریم بعد با هم ستایی با آجارش تا اون موقع. بعد همین دیگه. خیلی باش حال داد حاجی، خیلی باش حال داد، خیلی صافه حاجی، عین قلبش مثل قدیره حاجی. آجارش ما که اصلا میدونی خودش سال لوازم باش که صحبت نمیکنه، یعنی مردیم از خنده. هرچی بگم کم گفتم. به جان پدرم، به جان قدیر که من کیرم تو کس خوار پرایوت جت و اون خلبانو، به جان پدرم حاجی. فقط فکر حاجی جان، فقط فکر شکمه. ای حاجی شکمو. یه نفر تو فرودگاه خلوته به خاطر هوا. بزن بیرون براتون بگیرم اصلا. ای حاجی پیتزا خور. آقا این بیرون رو بستن، اینقدر هوا کیریه، این بیرون رو بستن، بیرون نمیشه نشست. آب معدنی بگیرم، دستشویی بریم، پدرم و در اومد. آقایون ایرانی های محترم، قبل اینکه سوار هواپیما بشین دستشویی میرین، یه آب معدنی $5 بگیرین، چون کونه نمیشونین بغلی خواهرش گاییده میشه تو هواپیما. دیگه همین دیگه آقا. دیگه حالا رسیدم هیوستن ساعت 12 که شب یه استوری میذارم. از فردا صبح داداش پروگرام 20 روزه میرم، 20 روز نه مشروب نه هیچ. یه چیز دیگه واسه بعضیا دایرکت که داداش گل یواشکی فلان اینا. من گلو مگه برادر، من گلو به خاطر خودم ترک کردم.
عرض کردم دیگه روزا رو نمیشمرم، چون داداش من ته خط رفتم 11 سال شب و روز کشیدم. اولا میگفتم به جان قدیر فلا اینا، دیگه داشتم خوشم نمیاد، اونجا بوش بهم میخورد حالم بد میشد. آره مشروبم میدادش، این چند روز خوردم، مسافرت بود. از میگم اگر واقعا با داداش ترک کردیم عقاب کله سفید هستیم با من میگم، من آقای من که میشناسن رفیقای من میدونن دستی رو بکشم کشیدم، تمام. چند تا عکس با این هواپیما گرفتم، 2-3 هفته دیگه میذارم. دیگه الان پشت سرم 2 تا بگیری میذاره عقده بازیه، یه عکس میذارم بعدا اون عکس‌ها رو میذارم. آره چون این هواپیما میشه بزرگ بود، این کس خارجی ها ببینن قفل میکنن. بعدا I love you فعلا دیگه تا 2-3-4-5 ساعت دیگه. آقا و مطلب آخرم بذار بگم، و مطلب آخر جان حاجی فقط داره رژیم غذایی رو میشکنه. گند زدیم با این غذا خوردن این چند روز. حاجی میگه من فردا میخوام خرگوش شم، فقط 3 روز با کابوس. آها بردیا زدن بود، نون نمیخورد اصلا. بردیا لب به نون نمیزد. ما اصلا داشتیم خودمون صبح که قاطی کردیم گفتیم آقا هر مدل نون داری صبحونه بگیم. آقا پس از فردا 20 روز ورزش بدون استراحت، مشروب صفر، ورزش روزی 2 نوبت، 10 شب خواب، 5 صبح بیدار میشیم، 30 روز زندگی سالم. هر کی میخواد داداش مشروبم بذاره فردا کم بکنه با داداش همراه بشین. کسیان جیبجاقیانو. آقا رسیدیم هیلسن. اینجا داریم میریم خونه. حاجی پاره ایم ساعت 1 شبه. احتمالا فردا صبح میخوام ساکم رو وا کنم و اینا، احتمالا فردا صبح دیگه نرم تمرین، همون بعد از ظهر سن آنتونیو برم، چون وا کنم میشه 3 صبح. میخوام بخوام 8-9 برم برای تهیه آذوقه حرکت به سمت سن آنتونیو بعد ورزش. کسیانو. حاجی رسیدم منزل، ما ارتشیم دیگه. سریع کفشا رو چیدم، ساعت 1 شبه. لباسایی که قراره بره برای خشکشویی میره اینجا، همه چیدم سر جاش. ساک رفت اونجا، شلوارا رفت بغل، کسوکونیان و سریع، یعنی داداش و الان هم ساعت 2 شب داداش. 1-2 تا خوردم هتل بلند کردم آوردم. الکی نگوردم این دفعه، جا ندارم بره برده. عرض به خدمت شریف که دیگه الان ساعت 1:30 شب دیگه میریم برای لالا. اگر خسته نبودم که 6 صبح میرم بالا، اگر نه که همون سن آنتونیو بعد تمرین کاردیو میزنم. اینم از سفر لاس ویگاس ما بچه ها. سین دیگه. شب شما بخیر.